یگانه کسی که از نزدیکای اویگار ساریکایا مانده شماستی. در اصل من حیث خانمش کل و مال و میراثش به شما میرسه. خانم سفدا از این میراث حتی یک قرانش هم نمیخواه. کلش به بنیاد خیریه میبخشه. آقا علی، من هم میفهمم شما در این موضوع چقدر حق دارین، اما واقعا در اینجا درباره یک ثروت بسیار زیاد گپ میزنیم. من میفهمم، اما مقدارش مهم نیست. هیچ چیز نمیگیریم. اما تو نیست سفدا؟ بله، نمیخوایم. اما خانم سفدا گوش کنین، چیزی که از اویگار مانده واقعا هیچ کدامش نمیخوایم. کافی است که شما به خاطر بخششی کارهای لازم انجام بدین. ندیم؟ خودت هستی؟ آی چی یک تصادفه. عزلم، واقعا خودت هستی؟ با واقعا متعجب شدم. دی چند سال نبودی؟ من فکر کردم خارج از کشور رفتی. بله اما تو بود، اما پس آمدم. به همیشه پس آمدی؟ بله، اما تو یک چیز فکر کن. این بچه مقبول کی است؟ بچه ایم است علی جان. علی جان اینا دوست پدرت است، ندیم سایماست. تنها دوست پدرش است همه تو؟ یعنی دوست مام است البته. خواه بیادرت کجاست؟ سلیمان در مکتب است؟ من خب بیادر ندارم. سلیمان خود نام کاکایم است. یعنی که نداری؟ آی کاکا ندیمش، فکر کنم اشتباه کردی. علی جان بیادر نداره. فهمیدم میشه ده قدر سالا که ندیدیم چیزی تغییر نکده. چی نظر داری که با هم قصه کنیم؟ امشب ما را بنان شو در خانه دعوت کنی. هم علی را ببینم، هم پشت دست پختت بسیار دق شدیم. ما و علی جدا شدیم ندیم. پس تو؟ اما فرق نمیکنه. بیا ما علی رو میخوایم، درست است؟ اما برش نگویی که ما میخوایم که غافل گیریش کنم، فهمیدی؟ سعیس نمیگم. ببین او خانه ما است. سعیس، پس امشب ما هم دیگه را میبینی. سعیس باز میبینی. خداحافظ علی جان. امشب علی هورغلو که مرا ببینه از زیاد خوش میشه. حالا چرا لبرویت کشال است پیلوت؟ هنوزم درباره احمد فکر میکنی؟ پس به کی فکر کنم دویگو؟ ها؟ تو ببینی او آدم 24 ساعت در 4 طرفت است. اگه 50 دفعه بگویم باور نمیکنی. او هم دوره پنتونم از دوستم است. اما یک کم دوست صمیمی تر معلوم میشه. تو ببینی علی خان پدرم ازش بسیار خوشش میاد. تو را پیشش امانت مانده. فقط کدام جای رفته باشم که پدر مرا پیش او امانت مانده باشه. چند سال است که پدرم را میشناسه. نمیفهمم چرا اینقدر گپ کلان میکنی. من برات یک گپ بگویم. بیبی او احمق 100% سر تو چشم دوخته، حتی از سابق، این از دوران پنتون. من برات گفته باشم، من حس میکنم. گپای ناق نزن دیگه پیلوت. گفتم دوستم است، خلاص شد رفت. نمیفهمم چرا اینقدر گپ کلان میکنی. به هر صورت من دیگه میرم. باز میبینیم دیگه. بله الیف، امشب خوب به جشن فراغت میایینی دویگو جان؟ نمیشه که من بیایم. هیچ شب حوصله جشن ندارم. ولای دفعه اعتراضت نمیشنوم دویگو. ببین اگه دفعه نامدی به خاطر دیدن پیلوت، دروغ نگویی که خانیمم یهی فهمیدی؟ خو سعیس کی اونجا میایه؟
فقط دختراستن جانم. یعنی فقط ما دختراستیم نی؟ بله جانم، امشب میبینیم. برات آدرسم روان میکنم. درست است؟ خب سایس باز میبینیم. کی گل کی پرمیشه؟ مامیشم تو نمیتونی که تو مسافری کنی. هنوز اشتوک هستی، سنت نشدی. ما اشتوک نیستم، فقط مریض بودم، از او خاطر سنت نشدیم. آها مریض بودی؟ کلگی مریض میشه، اما بعد از این کلان میشیم سنت نمیشیم. او از سر خدا داد بیادارم از خاطر تو فشد. ما خود کدام گناهی نکردیم. برو اگه نیلت میخوری برو. مرا چه مجایی نمیرم. چرا او را تیله کردی؟ قصد نکردیم، اشتباهی تیله شد. دروغ نگو، حال برد نشان میدم احمق. میخواین مرا لط کنن. گم شوین برین. حالا سعیس رفتم. حالا تو هم خانه برو. ده تو جای نگرد. زنده باشین. بسیار زیاد تشکر کاکا و وداد، مرا نجات دادین. پدر تو بچه مرا کشت. تو هم کاکای ما هستی؟ تو کاکای ما هستی؟ البته که کاکایت است بچه. دستتا پیش کنی که بیادرزادت ببوسه. توبه ای دخترم نیک عقلت از دست دادی سیفدا. در حالی که ما در این وضعیت هستیم تو چطور میتونی پول ببخشی؟ مادر چی میکردم؟ میرفتم پول او کثیفه میگرفتم. دخترم او پول حق تو است، کلش به تو میرسه. او آدم قاتل پدرم است. اگه پولش میگرفتم روح پدرم در قبر نارام میشد. نکنین بلیوز خدا. سیفدا پدرت از خاطر قرضی که از او آدم داشت بدبخت شد. پدر تو به خاطر که قرضش بپردازه راضی شد که تو او آدم عروسی کنی. از او آدم پس یک لیرش هم دستم نمیگیرم مادر. ما به علی وعده دادیم. چی؟ تو به علی وعده دادی؟ علی خبر داره امیال تو در چی وضعیت هستی؟ روح جناب علی از این وضعیت خبر داره؟ ها؟ او به زن و اولادش رسیدگی میکنه. مادر تو رو به خدا چی میخواین بگوین؟ کمی درک داشته باشین. او آدم به خاطر نجات دادن من زندگیش به خطر انداخت. دیگه چی کنه بگوین؟ پس او همیال کجاست؟ همیال کجاست جناب علیت؟ او متوجه زن و اولادش است. تو حالم خیال بافی میکنی. ما تصمیم ما گرفتیم. از او پول یک لیرش هم نمیگیرم مادر. دیگه نیمره اونی خدا بیشتر از این خسته نسازین لطفاً. سعیس دخترم سعیس، هیچ تشویش نکن. خسته نمیسازمت. امیدوار هستم وقت تو هم زن دوم علی جانت شدی خسته نشی و به زندگیت ادامه بدی سیفدا. زن دومی چی مادر؟ او زن سابق علی است. از طلاقشان چندین سال تیر شده، متوجه هستی؟ بله، اما این سالایی که گذشت به فراموش کردن از او کفایت نکرد. فراموش نکن که در بین اونا بچه‌شان هست که باعث میشه رابطه‌شان محکم شود. تو فقط یک وسیله بازیستی. به جایی که قدر در فکر علی هستی، در فکر مادر و بیادرت باش. حالا به او وکیل زنگ بزن، پول بگی درست از کم منطقی فکر کو. حالا دیگه یک قاشق خودگان بخو. آفرین. نادره خواهر سوپ هم مزه‌دار پخته کردم تو نیست؟ زنده باشی مولا صاحب، خدا ازت راضی باشه. حقت ادا کردن نمیتونم. این دیگه چه قسم گپ از خدا داد؟ نه که تو دوست صمیمیم نیستی ها؟ حالا دیگه حالا دواییتان بخو. بگی آفرین. خدا داد. ما چند خبات میبرایم پیش علی جان میرم. کمه سرم اقار است. برو مولا صاحب برو. شاید با دیدن شما دل علی جان خوش شوه. کاش که دل ازلم خواهرم خوش شوه. یک بار گفته بودین وقت دل مادر خوش شوه باز اولادش رو دیده خوش میشه. تو برو مولا صاحب، به تشویش من باش، من تنها می باشم. توی گپا دیگه از کجا کشیدی که تنها میمونی؟ کی آمده مولا صاحب؟
کسی که آمده بودنش بیشتر از معبرت مهم است. سلام، خدا داد. ازگی دو صورت ما دیگه میرم. سلام ناوقت شده. تو برو ملا صاحب، لذت ببر. وقتی ازگی باشم من خسته نمیشم، نه؟ اما تو نیست جانم. زنده باشی ازگی. خب میخوای چی کنی خدا داد؟ میخواستم بگویم تلویزیون سل کنیم، اما حتما نمیتونی. چطور؟ من از تلویزیون سعی کردن که تو را ببینم زیاد خوش میشم. یعنی اقدر من مقبول هستم؟ زیاد مقبول هستی. خوش آمدی ندیم. خوش باشی. ایره با تو گرفتیم. امیدوارم حالم خوش داشته باشی. آی چطور به یادت بود. بسیار زیاد تشکر. داخل بیانی؟ ما برات سرپایی میمانم. چطور هستی شربچه جوان ها؟ خوب هستم. کرتی تا بگیرم؟ بسیار تشکر. ما بگی ای از تو هست. امیدوارم خوشت بیه. کامره عکاسی است. این رو واقعا برای من آورده؟ بله از تو هست. آخو علی کجاست؟ وقتی نرسیده که علی از کل چیز خبر شوه. او روانی را که من بشناسم. از وقت یک را به خاطر دیدن علی پیدا کده. خواست او کاملا واضح است. اگه چیزی را که میخواه برش نتم ماله هیچ وقت آرام نمیمانه. جایش تثبیت کده پیش رویش بگیریم. دا پشت و آدم های کلان است. اگه یک روانی را بگیریم باز دا جنجال هزاران روانی دیگه خواد افتیدیم. خیده ای صورت تنها چند ستان علی اروغلو است. مرا با کشن زینب تهدید که جان. در کتاب و روانی اصلا لاف وجود نداره. قبول میکنم اما آقا نگیرینش. پس چی میکنین؟ چیزی را که میخواین او رازه برش میگین یا نه؟ خوش آمدی علی. خوش باشی. بیا داخل. زنده باشی. با پدرت خوش آمدی نمیگی بچیم؟ خوش آمدی پدر. میشه چند دقیقه ما را تنها بانی؟ البته. بیا. اگه تو را ببینه زیاد حیران میمانه. مطمئن هستم. ای از تو هست. حالا وازش کن. میفهمی ایره به خاطر چی برات آوردیم؟
با خاطر که خاطرات ما را زنده نگاه کنیم؟ البته او گپم هست، اما راستش اگه من پیشت نباشم، از ای که چقدر تو را دوست دارم، از ای که بفهمی همیشه در فکرت هستم، ایره برات آوردیم علی جان. دی دنیا من کسی را ندارم که بندازی تو دوستش داشته باشم علی جان. اما من میخوایم بندازی که من رو دوست داری مادرم هم دوست داشته باشی. حالا داخل بریم. متعجب. ما خواستم تو را متعجب بسازیم، اما فکر کنم تو اصلا خوش نشدی. همتون نیست؟ امروز که ندیم مقابل شدم، من به اندازه تو حیران شدم، اما حالا دیگه ای پس آمده. نمیخوایی که مرا در بغلت بگیری؟ از اینکه مرا دیدی خوش نشدی. تو ده اینجا چی میکنی ندیم؟ توقع داشتم که متعجبت کنم، اما اصلا متعجب نشدی. بیخی من حیران شدم. بچم کجا میری؟ ای چی کار است بدت؟ تو قصد داری چی کنی بچم؟ بجایی که من سر تکتو ناز کنم تو سر من ناز میکنی. سعیس بخز برو، اما حالی که میری بدونی که پشت تسهیل کنی برو. دزم رابطه مودویگو خراب شده، میتونی خوشی را جشن بگیری. بچه علی، یعنی امو بیادر زاده تم نامی تو او را کی کشته خبر داری؟ حبیبی به خاطر گرفتن عکس ایره فشار بده. مادر، حالا بیاین که حق عکس دو پدر ما بگیرم. چی میشه؟ لطفاً خنده کنین. علی جان، او را به ما بتی که وردارمش. حالا بچیم تو برو دستای تا بشوی که نان بخوریم، درست است؟ چقدر خوش شانس هستی. به خاطر داشتن قسم یک بچه حاضر هستی کل چیز از دست بدی. خب تو پشت چی میگردی؟ چرا اینجا آمدی؟ به خاطر که پشتتان دق شده بودم علی. دازم ازلم درباره سلیمان برام گفت. بسیار جگرخون شدم،
اما برای چندین نفر گفتم که اگر به وظیفت اقدر پابند باشی بدیلش بعد رقم خود پرداختی. تو آخرین انسانی هستی که باید با من مشوره بدی. پس تو مثل که معلوم میشه من حق با جانب بودم، همتون نیست؟ وظیفه گفته بدیل را پرداخته که اون بسیار سنگین. اگر اشتباه نکنم به احتمال زیاد امی وظیفت بود که بچه تا از دست دادی. بله، پدر 17 او را کشته. کوکسال او را کوکسال کشته؟ بله. خب به خاطر چی کشتیش؟ نمیفهمم، اما به گفته یک نفر او را کشته. بیادرم هم او به عقله، یعنی او به شرفه از سر آویزان کده. یعنی انتقام خونه بیادر زاده مرا گرفته. گپ فهمیدی؟ پس او آدمی، پس تی بی شرف کی بوده میفهمی؟ نمیفهمم. یعنی که نمیفهمی؟ ودت بچم چی گپ هست ها؟ ما به خاطر بیادرزادم سلیمان چرا قدر به تشویش هستی با وجوده که هیچ وقت دربارش نپرسیدی؟ گپ بزنه چرا این سوالا رو پرسان کردی؟ دخیل ساختنه سلیمان دی کار نه به نفع تو است و نه به نفع ما است. دی بین هر دوی ما ضرر میکنیم. مجبور هستیم که ایرازه تا آخر عمر پد کنیم. دقسش نشو پیلوت، تو خدا جگر خون نساز. بچم کجا میری؟ گپ بزنه. گپ پست کده در دومش اعلامتی. گپ شروع کردی هیچ آخرش معلوم نشد. به زود ای وقتا بسیار تغییر کردی ودت. تو را درک نمی کنم به خدا. بچم گپ بزن نه. ودت برو ودت برو خوب اعصابت خراب کن. باز بیا از من فرار کن. آفرین. شما بیاین دیگه که نان تیار است. بیاین. آی نان خشک فراموش کردیم. زود میارم. خب تو میخوای چی کنی؟ چرا پس آمدی؟ فرض کنیم به خاطر حقیقت تبدیل کردن اهداف کاری، اما تو از اهداف کاریت منصرف شدی. از یکی از بهترین شاگردایم از همه چیز کاملا دستوردار شدی. علی هروغلا مرا واقعا متعجب ساختی. او وقتا تو به خاطر شرفم حاضر بودی جانت فدا کنی. چون او وقت تو خائن نبودی ندیم. تو از وظیفت منصرف شدی علی، اما ذهنت امو ذهن است، اصلا تغییر نکرده. نه ده اصل اشتباه میکنی. زیاد تغییر کردیم. مثلا ده سابق از کارهایی که میکردیم من خجالت میکشیدم. فقط از کارهایی که تو میکردی ندیم. دیگه در مقابلت کدام آدم عادی نیست. حالا گوشایت خوب باز بگی و گپای من بشنو. اگر یک دفعه دیگه تو را در اطراف خانوادیم ببینم، نی کدام مخفی گاید و نی بازی های اشتکانید، هیچ کدامش سرم کار نمیده. ایر خوب در ذهنت جای بده، به خاطر که من ذهن تو را میخوانم. از این قدر مطمئن نباش. مثلا بجز از من یکی دیگه کوشش کنه که تو را پیدا کنه. مثلا از خانه‌های مخفی شروع کنه. در صورتی که به تو یکی از مهمترین قانون‌هایت پد شدن و از نظر مردم دور بودن بود.
چون وقتی یک جرم مرتکب می شدی از پیش چشم کل مردم یک با یک غیب می شدی و حال خبر دارم که در یکی از هتل‌های لوکس زندگی می کنی. خدای ما کاملا گیرم کردی. حالا ما چی کنم بگو؟ چی خواد کردم ما؟ زرزر کردن بس کو روانی. حال از اینجا گم شده برو. دفعه دیگه نی به زنم و نی به بچیم نزدیک نشی. یه رقم حس میکنم که بخیلیت آمده. تو هم امی حس بده داری. زن سابقت گناه نداره؟ او هم مثل دیگه زنها به محبت ضرورت داره. یک قسم یک زن مقبول نباید از محبت محروم بسازیم، درست است؟ آی بسیار میبخشین. علی جان وقتی دستای خودم میشوشته کالای خودم ترک کرده بود، کالایش تبدیل کردم. شما چرا تا نان خوردن شروع نکردین؟ ازلم جان ما بودنم میتونم معذرت میخوایم. چرا؟ کار ما را خو میفهمی. یک دفعه آدم سر کار میخواین. آی خدا. خداحافظ ازلم جان. علی جان خداحافظ علی. ما بدرقیش میکنم. نه دیگه چند ساعت شده اما هنوز زنگ نزده. نه که من در پیش و دختر کدام لودگی کدام. بعد از سالایی که دوباره گرده هم جمع میشیم و هم دیگر میبینیم بسیار خوب میشه. حالا کلگی حیران خواد شدن. امین جست؟ بله موسیقیوی چیزا میمانن. یاسمین بسیار جای خوب است. اونا رو از کجا پیدا کنیم؟ حالا دیگه موبایل تبان؟ یک دقیقه من این موبایل جوابتون باز میاییم. بله پیلوت. بله دویگو. های فکر کنم امروز پیشت کدام لودگی کردیم. وقتی دیدم تا حال زنگ نزدی گفتم یک بار صدایت بشنوم. خوب کردی آفرین. تو چی میکنی؟ بیرون هستی؟ بله کت دخترای دوره پنتون یک جای هستیم. یعنی فقط دختر هستین. خوب کردین. خوش بگذره. خوب کردین. خوب است. پس خداحافظت. خداحافظ. درست است. وای 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 چشما بیمه. عشق ما ممنوع شده دیگه با آسانی دیدن نمیتونیم، اما تو 24 ساعت در بیرون خودم مصروف ساختی. به هر صورت ما هم برم کمی ساعتم تیر کنم. بله کمال چی گپاس بچه؟ زیاد وقت شدم دیگه دیدیم. سیس ای دفعه آدمتم که میایم. درست است بچه؟ قطع کو دیگه حالا میایم پیشت. برو خداحافظ. سنفیای ما کجاستن؟ اونو ببین ده اون میز هستن. تنها دخترها باید می بودن. ایلیف تو همه تو گفته بودی. همه تو بود. اما وقتی که یاسمین دوست پسر خدا خواست دیگرام خبر شدن. تو چطور خبر شدی؟ بیبی اگه با ما دروغ بگویی تو را هیچ وقت نمیبخشم. بس از بعد است که دویگو هیچ بدم نیست ها. پس من میرم. نی جانم از اینجا جایی رفتن نمیتونی. همی که اونا رو دیدی میری. راستش برشان چی بگویم؟ غیبت از اینجا شروع میشنی که نمیفهمی. شب بخیر. خوش آمدی. بیا بشینه. سرس بسیار تشکر.
کتی ندیم قدر سر رویه کدی؟ کدام گپ هست که من خبر نباشم؟ یعنی جگر خون معلوم میشی؟ علی جان یک بار برو ببین که این عکس در کجای اتاقت خوب معلوم میشه. دیگه هیچ وقت نمیخوایم ندیمه ببینی. به خاطری چی؟ مگم ندیم دوست سابقت نیست؟ پرسان نکو ازلم. فقط کار را که میگم بکو. اگه برات زنگم زد یا پیش روی تام آمد تیره تبیر. نه که میخوایی پیش از نان خوردن بری چطور؟ دفعه دیگه که مرا به نان دعوت کردی غافل گیرم نسازی، درست است؟ علی جان بچه مشنام علی. آقا کرد او روانی پس به استانبول آمده. او را در کجا دیدی؟ چند دقیقه پیش در پیش ازلم و علی جان بود. خب مشکلش چی بود؟ نمیفهمم به خاطر چی استانبول آمده، اما واضح است که مشکلش کت محض نکت ازلم. اما 100% به خاطر یک کار بزرگ پس آمده. بشنوین ایره براتان میگم. سعی تحقیقات کنین لطفاً. تدابیرتان بگیرین. سعی سالی زنده باشی. ما چی خواست کردم؟ از سی بلای روانی چه قسم نجات پیدا خواست کردم. بسیار تشکر. هر روز مقبول تر میشی دویگو. واقعا یعنی یک انسان چطور هیچ تغییر نکنه. هر روز طرفت که میبینم اما تو فکر میکنم میفهمی. البته دیگه ای که فقط تنها من خونستم. بیبی کل سنفیای ما اما تو ماندن تغییر نکردن. یا سمینه بیبی؟ بله و حالا با هم هستن چند سال شده. شام بخیر. وای بیادر چطور هستی؟ هیچ درکایت نیست به خدا. این آمدم بچیم. خودت نیستی؟ حالا داخل بریم. بیرو بار نیست؟ اونقدر نه دیگه، فقط یک چند میز با تو یک جای خوب انتخاب کردیم. حالا دیگه بریم. سعیس خیلی بریم. حالا زیاد وقت شده ندیدیم به خدا. رقص کنیم چطور؟ نه نمیخوایم، دلم نمیشه. حالا دیگه بیا لطفاً. بیا دیگه. دلم نشکنان خیره بیا. نه نمیخوایم رقص کنم. گفتم بیا دیگه. یک چند دقیقه رقص میکنیم. لوده من تو را به شفا خانه روان میکنم لوچک بی غیرت. لوده دست تو در دست دویگوی من چی میکرد نامرد ها؟ چی میکرد؟ پیلوت یک دقیقه آرام باش. او دستی که به دست دختری که من دوستش دارم بخورم میفهمی چی میکنم ها؟ میفهمی که چی میکنم؟ بیبی ای کارم میکنم. بیبی که چی کار میکنم؟ من مشکنانم او دسته. من او دسته مشکنانم. فهمیدی دسته را که طرف دویگاه من دراز کنم مشکنانم. گفت فهمیدی یا نه؟ پیلوت یک دقیقه. پیلوت آرام باش. جره کوچه فکر کردی چطور؟ علاج کن. اگه اعلان نکنم چی خواد کردی؟ کلتان دسته یکی کده. بس از دیگه پیلوت علاج کن. خوب هستم درست است، چیز نشده. یادم لندغر کی است؟ دویگو تو یادم نمونه را از کجا میشناسی؟ پیلوت چی میکنی بدونی که بفهمی گوش کنی؟ یک دفعه دیوانه شدی. چی را بفهمم ها؟ چی را باید بفهمم؟ او آدم رسما دست تو را گرفته بود. چی را بفهمم؟ فقط امیره دیدی. زود قضاوت کردی اما تو نیست. اما تو راست. سعیس آقا پیلوت.
چی رسایل دارن؟ حالا برو طرف رو ناق کلمه خراب کردین دویگو تو متوجه هستی که چی کردی؟ مثل دزدای خانه یک نفره گرفته کلگیره ترساندی. آی توی گپارا خوبان او آدم چرا در چهار طرف تو میگرده؟ چرا چرخک زده میره؟ با جایی که خجالت بکشی آمدی هنوزم از ما پرسان میکنی؟ ما چرا خجالت بکشم ها؟ ما چرا خجالت بکشم؟ کسی که خجالت میکشه تو هستی. تو به خاطر که در پیش روی دوستایت بیاب شده تو اکت و ناز میکنی نه؟ همین مشکلت است. مشکل ما اون نیست، اما مشکل تو اعتماد نداشتن سر ماست. چطور کسی را در پشت من انداختی ها؟ یعنی سر ما هیچ اعتماد نداری؟ یعنی یک نفر در پشت من ماندی که مرا تعقیب کنه؟ بازوام وقتی که مرا ببینه به تو اول میته تو هم باز برام زنگ میزنی که کجاستی؟ آی ما کسی را تعقیب نکردیم. اینجا رستوران یک دوستم است. از دوستم است. از چی وقت است که میخواستم ببینمش؟ امروز خواستم ببینم. وقتی آمدم دیدم که یک نامرد دست تو را گرفته کش کردم. تو کتما چه قسم گپ میزنی ها؟ ما در پشت تو چی کارا کردیم؟ آی تو به من نگفتی که فقط دختراست؟ تو به من دروغ گفتی. چی را پت میکردی ها؟ امو لودره امو را پت میکردی؟ به نظرت من قسم یک آدم هستم؟ ای که به تو دروغ گفته میرم یک کس دیگر میبینم؟ من فقط چیزی را که دیدیم برات میگم. های دست او آدم در پیش چشمای من در دست تو بود. باز برام دروغ هم گفته بودی. من برای تو دروغ نگفتیم. مام خبر نداشتم که بچه هستن. بر مام گفتن که دختراست. اما چی فایده هرچی که گفته برم دایی کله پوچه تا چیز جای نمیگیره. دایی کله پوچه ما جای نمیگیره نه؟ حالا فرض کنیم من باور کردم. خیر من بازی خوردم. پس او احمق چرا دست تو را گرفته بود؟ تو کتما چه قسم گپ میزنی ها؟ یعنی چی که بازی خوردم؟ ما برای دروغ گفتیم تو هم دایی بازی خوردی اما تو نیست؟ فکر میکنی که من دروغ گوی هستم؟ من نگفتم که تو دروغ میگی. میگم چیزی را که به من گفتی هیچ قسم نبود. هر مانایی که داره خودت فکر کن دیگه. من میگم که در صورتی که تنها شما دخترها بودین پس او احمق چرا آمد دست تو را گرفت؟ من فقط امیر میگم. تو قسم نگفتی پیلوت. تو قضاوت کردی. چطور این کار کردی؟ احمد فقط خواست مرا به رقص بخیزانه. بس من قبول نکردم. بدونی که اجازه بتی برات قصه کنم با او آدم دست یخن شدی. میفهمی؟ یک بی غیرتی که من از هیچ خوشم نمیاید دست دوست دخترم گرفته او را به رقص میخیزانه. به خاطر که ما او آدم علت کردیم تو سر من قار میشی. خدای تشکر که کورا نکشتی. ایره بیبی پدرم حق به جانب بوده. هنوزم میگی شکر بکش که او را نکشتیم. تو چه قسم تغییر خود کردی؟ در قار کنترل نداری. گفتی تغییر میکنم، از تغییر نکردنت خسته شدیم، از اصلاح کردنت خسته شدیم. دیوانیم کردی بس است. یعنی که حق با پدرت بود. تو هم مثل او فکر میکنی؟ صحیح خیر. اوش کنی دوباره مرا تعقیب نکنی. ای ما هیچ کسی را تعقیب نکردیم. هیچ کسی را. داده خواب برده؟ حتما از خاطر دواش خواب برده. ما منتظر شما بودیم تا خانه برم. زنده باشین. میفهمم که خدا داد شما را چقدر دوست داره. در صورت خیر من میرم استاد. شب بخیر. بخیر برین. شب بخیر. از روزی که را دیدیم تو حال دوستش دارم. ما حس میکنم تو بخیلی میکنی. تو هم این حس بعدا داری نه؟ تو هم امی حس بعدا داری. 12 سال قبل آی ازلمه من دوست دارم، اما روز اولی که دیدمش تا حال دوستش دارم. چون تو حال پیش ما آمدی میگی ما با هم یکی هستیم. تو از دوستی ما امیر برداشت میکنی؟ ندیم گوشکو با من هیچ وقتی گپا نگفتی. نمیفهمیدم. اگه میفهمیدم با وجودی که فهمیدی حالت چی میکنی ها بغلی؟ هیچ کاری نمیکنی. هیچ کاری نمیکنی. ببین ما و ازلم یکی دیگه خدا دوست داریم. تو توقع داری که ما چی کنم؟ دوست نداری علی؟ او را از روز اول ما دوست دارم. ما دیگه ای که دروغ است تو نمیفهمی.
صرف به خاطر که مال مرا بگیری که تو او عروسی کردی علی. خداحافظ اسلم جان. علی جان بسیار خوب میفهمم که بخیلی میکنی. اگه خودت هم اعتراف نکنی من میفهمم که بخیلی میکنی علی.